ساکنان تاجیکستان بعد 2 سال انتظار امسال دیگر باره امکان به جا آوردن مراسم حج فرضی را دارند. کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان امسال از گران شدن نرخ حج خبر داد. با در نظر داشتی اون صفت خدمت رسانی که از جانب کشور میزبان در مشاهیر مینا و عرفه و مزدلفه پیشنهاد کرده می شود، گرانشوی نرخ در این سمت به طور جدی به نظر می رسد، زیرا مثلا اگر در سال 2019 هم آخرین موسم حج که برگزار گردید، برای هر یک زائر ما برای مینا و عرفات و مزدلفه اگر $236 پرداخت کرده باشیم، امسال $1424 این نرخ را معین کرده از جانب عربستان سعودی. به همین خاطر این طبیعی است که با نرخ عمومی خدمت رسانی های حج تاثیر میگذارد. عامل دیگری گرانشوی نرخ حج را سخنگوی کمیته دین به بالاروی ارزش سوزشواری و خدمت رسانی نقلیاتی ربط می دهد. او اینچنین گفت در سال جاری برتریت به افراد داده می شود که قبل از پاندمی نامنویس شده بودند و تاکنون برای ادای سفر حج رفتن نتوانستند. محدودیت هایی که در این سمت امسال به نظر می رسد، محدودیت پیش از همه سن سالی است. امسال جانب عربستان سعودی با نظر داشت پاندمی فراگیر سن نهایی حج رونده ها را 65 ساله معین کرده است. یعنی شخصانی از 65 ساله بالا نمیتوانند به مراسم امساله حج سفر برگردند. و در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، چون سالهای قبلی امسال هم شخصانی تا 40 ساله از تاجیکستان نمیتوانند به سفر حج به مراسم حج سفر برگردند. ضمناً امسال گرانشوی نرخ حج در بیشتر کشورهای مسلمان نشین به نظر می رسد. نرخ میانه حج در همسایه کشور ازبکستان $5650، در روسیه حدود $6000 و در قزاقستان $6500 را تشکیل می دهد. امسال سفر زائرین به عربستان سعودی 20 ایار آغاز می شود. بازگشت حاجیان تاجیک به وطن 17 ایار در نظر داشته شده است. طبق قوات عربستان سعودی امسال از تاجیکستان 3562 نفر به حج می روند. تا دوره پاندمی برای تاجیکستان حدود 6000 جای جدا می شد. زائرین تاجیک و بسیار کشورهای مسلمان نشین به خاطر پاندمی کرونا ویروس 2 سال اخیر نمی توانستند به حج بروند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.